خشکخور با لقب میشا 152 کیلوگرم $15,000 نرخش حاضر 54 درجه 54 درجه میشا و رفیقش از ذات گوسفندی حصاری هستند، ذاتی که محض در تاجیکستان پرورش کردند و حالا طلبات با آن در آسیای مرکزی و بیرون از آن هم زیاد شده است. سببش وزن و خاصیت‌های این جانور است که کم هم خورد زود فربه می شود. در همه چراگاه زیاده از 250 مال گوسفند حصاری هم چرانم. برای چی گوسفند حصاری؟ با او خاطره که نوابسته ای او کم بودن ای علف کم بودن ای غذایشان ویسی خچونا میگیرند. با شرافت همین خاصیتشان آنها را در تاجیکستان در چراگاه‌های تباه شده بر سر چرای زیاد و تغییر اقلیم میچرانند تا دسترخوان دوستداران گوشت گوسفند خالی نماند. Овцы гисарской породы являются уникальной породой овец во всем мире. گوسفند ذات حصاری یک نوع بی‌نظیر گوسفند در تمام جهان است. از آن جهت که وزن بالای گوسفند کلان زنده تا به 216 کیلوگرم میرسد. 145 کیلو گوشت میدهد. از آن جهت بی‌نظیر است که زود بزرگ می شود. برای این گوسفندان در یک شبانه روز تا 350 گرم وزن میگیرند. Могут набрать 350 граммов среднесуточного прироста. گله های این گوسفندان در جستجوی علف تا 500 کیلومتر هم حرکت می کنند و چراگاه‌هایشان را تغییر می دهند که این شرایط فراهم می سازد علف چراگاه ها دیگر بار سر کشد و خشک و نابود نشود. С точки зрения экономики это высокий выход мясной продуктивности. یک خاصیت دیگری آنها از نظر اقتصادی گوشت زیادشون است. گوسفندان حصاری از این نظر در جهان در مقام اول هستند. از همین سبب این نوع گوسفند در آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان، اوکراین و روسیه هم پرورش می شود. سر ذات گوسفند حصاری در منطقه هم دعوا و رقابت ادامه دارد. عالمان تاجیک چند پیش قرقیزستان همسایه را به از خود کردن این ذات متهم کردند. برای همین در یک گوشه حصار پیکرهای این گوسفند را گذاشتند تا دعوای دیگران را باطل نشان بدهند. اما برای مردم و قصابان رقابت اهمیت ندارد و مهم برایشان مهیا بودن گوشت گوسفند با چربی زیاد است. این بزرگ کار میکنه این گوشت گوسفند ذات حصاری از جهت اکولوژی تازه بودگیش گرچه که گرم باشد هم که ما اینا خریداری میکنیم طلبات زیاده. گوشتی که از آن تمام انواع غذاهای تاجیکی را آماده می کنند و قیمتش هم نظر به قیمت گوشت گاو و مرغ به مراتب بالاتر است.